салом ва хуш омадед бинандагони азиз ба барнома ахбори озодӣ ки ин афғониҳои тоҷикистону ҷаҳонро фаро мегирад. имрӯз 4 декабр аст ва ин мавзӯъҳоро пешниҳоди шумо хоҳем кард. муҳокимаи гумонбарон дар ҳамлаи террористӣ ба Крокус. чаро додрасои Москав дар бораи намоишкорона буридани гӯшу ба барқ пайвастани гумонбарон ҳарфе ба забон намеоранд. талоши 20 сола натиҷа надод. Як хонавода аз шаҳри Хуҷанд иддао дорад ки домоди сарвазири Тоҷикистон баҳси тиҷоратӣ бо онҳоро нодида мегирад. روی راست وقتی که ما همین وای میکنیم میگن که شما خبرتون هسته که میگن این کس داماد قاهر رسول زاده هستن میگن. و در دوشنبه از کرین من زنی فرانسوی که حیات خود را برای تربیت کودکان بی‌پرستاری تاجیک فدا کرده بود یاد نمودند. زنک نغز بود. بعد یه وقت سال 97 بود که گفتن که زنک دگناه میگتن ای کوای زنک پروندیم. یک مامور پلیس در روسیه بعد تقریبا 2 سال جزئیات بازداشت یک شهروند تاجیکستان را که به حمله مرگبار به تالار کراکوس سیتی هال در مسکو گمان زده است آشکار نموده است. با گزارش آژانسی دولتی تاس از 4 دکبر این مامور پلیس هنگام مرافعه دادگاهی به حیث شاهد گفته است گمانبر را در برینسک در داخل جنگل و با یاری کوادراکوپتر یا هواپیمای بی‌سرنشین یافته و بازداشت کردند. در خبرها از این شهروند تاجیکستان نام بردن نشده است. پیشتر مقامات روسیه گزارش داده بودند که یکی از گمانبرها دلیرجان میرزویف روز 23 مارس سال 2024 در برینسک بازداشت گردید. عین همین حادثه با گمانزده دیگر سعید اکرم رجبالی زاده اتفاق افتاده بود که نیروهای روسیه هنگام بازداشت گوشش را بریده بودند. حالا دقیق نیست پلیسی شاهد پرونده کدامی از آنها را در نظر دارد. بررسی پرونده حمله به کراکوس ماها باز ادامه دارد ولی پسی درهای بسته. هرچند شاهدان پرونده در برای طرز بازداشت گمانبرها صحبت میکنند ولی تاکنون در مورد لط و کوب و بریدن گوش و به برق پیوستن آنها حرفی به زبان نآوردند. در حمله تروریستی به کراکوس در کنار مسکو در روز 22 مارس سال 2024 149 نفر کشته و 609 کسی دیگر مجروح شدند. در کرسی گمانبران به جنایت 19 نفر نشستند که اکثر آنها زاده تاجیکستان بوده به تحریضی و مساعدت و انجام حمله تروریستی متهم می باشند. نزدیکان بعضی از آنها گفته بودند که به اتهام باور ندارند. یک خانواده در ولایت سوغد از اقدام‌های ظفر عظیموف پسر سروزیر سابق یحیی عظیموف که داماد سروزیر کنونی تاجیکستان قاهر رسولزاده میباشد شکایت دارد. با ادعای عائله محمدجانوف و پدر خانواده سلطان محمدجانوف سالهای طولانی کارشریک عائله عظیموف بود ولی بعد مرگش نمیتوانند حقشان را ستانند. حق آنها مربوط به کارخانه عظیم قالین‌های قیروقم و طربخانه در شهر گلستان می باشد. همکارم فرزان محمدی میگوید نمایندگان کارخانه در شخصیت ظفر عظیموف آماده نشدند درباره این شکایت به رادیو آزادی نظر بدهند. Зафар Яхья Азимов, он, если я не ошибаюсь, является фактическим руководителем. اعضای یک عائله در خوجند دعوا دارند که 20 سال باز سهم و فایده خود را از کارخانه قالین‌های قیروقم و یک طربخانه در شهر گلستان گرفتن نمی‌توانند. پرویز محمدجانوف و مادر و خواهرانش میگویند تاکنون در این باره به نهادهای دولتی تاجیکستان ده‌ها نامه و عریضه فرستادند ولی پاسخی مثبت نگرفتند. سهم آنها در قالین‌های قیروقم میراث از پدرشان سلطان محمدجانوف بوده است. به گفته آنها محمدجانوف سالهای دراز در کارخانه قالین‌های قیروقم کار کرده پس از پاشخوری شوروی یک از سهامداران آن و طربخانه در شهر گلستان بوده است. Мой отец Дамладжон Султанжанович умер 2 января 2005 года. پدری من 2 январи соли 2005 وفات کردند و من آن وقت 1.5 ساله بودم. بعد آن در نتیجه حلنامه دادگاهی حق پدرم به ما گذشته است. هم از طربخانه و هم از سهمیه‌های قالین‌های قیروقم. لیکن مسئولان کارخانه از اجرای حلنامه سرپیچی کرده ایستادند. طول این سالها باید بهره‌ها از فایده کار طربخانه به ما رسانیده میشد ولی بیش از 20 سال است که یگان نوعی درآمد را به ما نشان نمیدهند. Происходит уклонение от судебных обязательств. قالین‌های قیروقم در حال حاضر یک از کارخانه‌های صنعتی پیشتاز در تاجیکستان به شمار می‌رود، بیشتر با نام یحیی عظیموف سروزیر پیشین و خانواده او گره می‌خورد و سالهای دراز این کارخانه را راهبری داشت.
حالا پسرش ظفر عظیموف که همزمان داماد نخست وزیر حاضر قاهر رسولزاده است این مسئولیت را به دوش دارد. وکیل مدافع دعواگران میگوید محض پیوندی مدیر قالین‌های قیرقم با منصبدار بلندپایه تاجیکستان حل مسئله را دشوار گردانده است. прокуратура вилояти сухт дида ва донисте ки инҷо ҷиноят ҳаст, тасарруф ҳаст. аз сабаби он ки ино домоти қоҳир муҳтарам қоҳир расулзода ҳастанд, сарвазир. ҳатто рӯйрост вақте ки мо ҳамин вай мекунем мегӯянд ки шумо хабартон ҳастед ки мегӯянд ин кас домоти қоҳир расулзода ҳастанд, мегӯянд ба рӯйтон гап мезананд. вақте ки мо ариза пешниҳод кардем, ариза медонед ба куҷо меравад? ариза ба назорат аболи санадҳои судӣ меравад. охир ариза аболи қарори суд шикоят кардагӣ нестем ки шумо унҷа мо аболи амалҳои ғайриқонунӣ Азимов Зафар мо шикоят карда истодем, аммо бо чӣ сабаб бошад ба шӯъбаи назорат аболи санадҳои судӣ парвандаи гражданӣ ирсол карда мешавад. خبرنگاری رادیو آزادی از اول ماه دکبر چند دفعه تلاش کرد که نظر ظفر عظیموف و یا زیردستانش را به قضیه بگیرد ولی بی‌نتیجه بود. کسی در این کارخانه حاضر نشد قضیه را شرح دهد. در همین حال عائله محمدجانوف میگویند با سبب دسترس نکردن حقشان از قالین‌های قیرقم و یک طرفخانه در گلستان در وضع بد اقتصادی مانده‌اند. چند پیش آنها در نامه از رئیس جمهور تاجیکستان خواستند که به قضیه دخالت کند. Во-первых, мы не хотим конфликтов, мы просто хотим правосудия. аввалан мо баҳсу муноқишаро намехоҳем, балки мехоҳем адолат бошад. мақомоти дахлдор бояд аз рӯи ҳақиқат парвандаро зери назорат гиранд ва ба тарафгирӣ роҳ надиҳанд. барои ҳамин мо ба дастгоҳи президент муроҷиат кардем ва мехоҳем ки ҳаққи 20 солаи мо пардохта шавад. Хотим достойно выплатиться все эти 20 лет. در گذشته نیز بعضی از ساکنان در پی بی‌جواب ماندن عریضه و نامه‌هایشان در نهادهای دولتی به رئیس جمهور و یا نزدیکان او در حکومت مراجعت کرده بودند، ولی معلوم نیست پرویز محمدجانوف و مادر و خواهرانش چی پاسخ خواهند گرفت. این بار اول نیست که نام ظفر عظیموف به رسانه‌ها راه می‌یابد. OCCRP یا مرکز پژوهش فساد و جنایت‌های سازمان یافته سال پیش در دایره طرح دبی انلاکت معلوم کرد که فرنگیس عظیموف دختر قاهر رسولزاده و همسر ظفر عظیموف در دبی منزل دارد. بر اساس این گزارش تحقیقاتی عظیموف سال 2011 زمانی که همگی 24 سال داشت در محله میدوس در دبی ویلا گرفته است. ارزش این خانه در سال 2024 حدود 5 میلیون و 400 هزار دلار برآورد میشد. ظفر عظیموف و همسرش به این گزارش واکنش نکردند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر گلستان. شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. هر سال آخر ماه نوامبر در تاجیکستان از یک قربانی جنگ شهروندی زنی فرانسوی یاد میکنند که به گفته آگاهان در آن سالها برای زنان و کودکان تاجیک کمک زیاد کرده است. او محض به این خاطر در سالهای ناامنی در یک هیئت به تاجیکستان آمده و مورد هدف افراد سلاح به دست قرار گرفت. گزارش همکاران ما زرانگیز نوروزشاه و شهلای عبدالله در همین باره نقل میکند. هر بار با دیدن گلچنبر در این گوشه دوشنبه جنبی به یاد سالهای پیش می رود. او بیش از 30 سال باز در کوچه‌ای به نام کرینمن در پایتخت تاجیکستان راهروی می کرد. از زنی که هر سال این گلها به یادش گذاشته می شوند، جنبی خاطره های نیک دارد. او وقتا ما در اینجا بچم دوار نگیدیم، همی پزید کده می رفتیم، همی زنک بسیار خوبی های نغز میکرد، همی می اومد ما را اینجا می دید رحکیرامو میداد و نمیفهمیدیم، همی تمکن میدیدیم که صحبت خیلی زنکی نغز بود. بعد یه وقت سال 97 بود که گفتن که اون زنک دگناه میکتن ایکو زنک پروندین. همساله در این شب و روز مقامات و نمایندگان سفارت فرانسه در اینجا جمع آمده بر پایه لوحه یادگاری به نام کرینمن، زنی فرانسوی که سالهای ناآرامی در دوشنبه کشته شد، گل میگذارند و او و کارنامه اش را به یاد میآورند. این زنی جوان که خود را به رسانیدن یاری ها به قربانیان جنگ شهروندی مخصوصا زنان و کودکان بخشیده بود، در خاک تاجیکستان که خیلی دوست می داشت رفتید. او جان خود را همراه با هزاران شهروند تاجیکستان در این جنگ خونبار که برای هر خانواده غم و درد به جای گذاشت و تاکنون احساس می شود از دست داد. کرینمن نماینده سازمان طبیبان بدون مرز سالهای جنگ شهروندی برای کمک و دستگیری زنان و کودکان یتیم و بیپرستار به تاجیکستان آمد.
آخر ماه نوامبر سال 1997 از سوی گروه مسلح ریزوان صادیروف فرمانده نیروهای مخالف دولت گروگان گرفته شد و به قتل رسید. مرکزی بچگانه به نام کرینمن به صدها کودک نیازمند سرپناه داده و یاری کرده است. جوانانی که در این لایحه تعلیم گرفتند آنها توانستند شکل زندگی خود را طرز زندگی خود را عوض کنند. نورسانی بودند که در کوچه ها با بیکارگردی مشغول بودند. همین تشکیلات های جمعیتی ما آنها را سرجم می‌کردیم، با آنها برنامه در دایره همین برنامه با آنها درس می‌گفتیم و بسیار آنها از روی همان کسب‌هایی که در نزد این برنامه تعلیم گرفتند عین حال کار کرده ایستادند. با قرار حکومت تاجیکستان به خاطر گرامی داشتی کرینمن در دوشنبه یکی از کوچه های پایتخت به نامش گذاشته شده است. در سرشوی این کوچه لوحه با معلومات کوتاه درباره روز مرگ او گذاشتند، جایی که آفتاب زندگی این بانوی فرانسوی غروب کرد. مقامات ازبکستان در پی عملیات پاکسازی هوا در نویه شهرخان ولایت اندیجان دهها تنوری سمبوسه‌پذیر را ویران کردند. بخش ازبکی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نوشت که عملیات با دستور حاکم منطقه شهرت عبدالرحمانوف می‌گذرد. در ویدیوهایی که روز 3 دکامبر نشر و پخش شد، اسکاواتورها هنگام تخریب تنور در 3 آشخانه تصویر یافتند. با گزارش گازета اوز تخریب تنورها در جریان ریت‌های اکولوژی صورت گرفت. بعد این نشر نوار شکایت‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی افزایش یافت، مقامات با هشدار بر رئیس نویه نوار را برداشتند. یک روز پیشتر از آن در چنین یک ریدی زیست محیطی در شهر تاشکند دختر کلانی و رئیس دستگاه پرزیدنت ازبکستان سعیده میرزیویوا نیز شرکت داشته است. ادامه موضوع در گزارش همکارم کایمارسیاتا. سعیده میرزیویوا دختر رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف و همزمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت در یک گرمخانه در ناحیه کبره تاشکند سنجش گذرانده است. منصبداران ازبک در اول جلسه کمیسیون زیست محیطی را برگزار کرده در پایان آن به تفتیش کارگاه‌های رو آوردند که به وضع اکولوژی ضرر می‌رسانند. معلوم شده است که تنها در یک گرمخانه تفتیش شده هر روز 150 کیلو انگشت می‌سوزانند. دختر پرزیدنت ازبکستان ابراز داشته است که نباید محیط زیست قربانی فایده مالی گردد و همزمان دستور داده است که در دوام یک روز در این کارگاه فیلتر یا دستگاه پاکسازی هوا گذاشته شود. و در صحبت با مدیر گرمخانه تاکید کرده است که مشکل‌های زیست محیطی باید همزمان با کمک صاحبکاران حل شوند تا آنها نیز فعالیت خود را در چارچوب قانون و بدون خطر به محیط زیست ادامه دهند. میرزیویوا از کارمندانش طلب کرده است که برای صاحبکاران دوره آموزشی و معرکه‌های خرید و فروش تجهیزات زیست محیطی برگزار کنند. شما بیزنس میکنید، ما پیامد آن را نفس میکشیم. من آمدم که این مسئله را با شما بحث کنم. باید به یک خلاصه برسیم و این کار خاتمه یابد. سلامتی مردم و فرزندانمان مهم است. تیر ماه امسال هوای تاشکند چند دفعه در میان شهرهای آلوده ترین جهان جایگیر شد. وضعیت در منطقه های دیگر ازبکستان هم نگران کننده بوده است. در ولایت فرغانه فعالان جامعه شهروندی از مقامات کمک خواسته درباره هوای آلوده آهنگ و ترانه تهیه کردند. پس از آن با فرمان رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف کمیسیون مخصوص زیست محیطی تشکیل شد. این نهاد هر روز عملیات یا رید می‌گذراند. حکومت ازبکستان وعده داده است که گردش آب را در جویبارها برقرار می‌کند و کوچه‌های شهرها شسته می‌شوند و برای مبارزه با گرد و غبار ماه نوامبر در تاشکند فواره‌ها فعال بودند. اکنون وارد کردن تجهیزات پاکسازی هوا از باج گمرکی آزاد شده، در مؤسسه‌های استحصالی و گرمخانه‌ها امکان استفاده نوع‌های الترناتیوی سوزشواری سنجیده می‌شود. دوستان مهربان، در همین جا نشر امروزه برنامه اخباری آزادی به پایان میرسد. سپاس از یکایک شما که تا این لحظه ها با ما بودید و چون همیشه برای خبرهای بیشتر لطفاً سر بزنید به سامانه azadi.org. اینچنین از صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک استفاده کنید. اگر شما نشاهدی خبر نواری خوب شدید لطفاً برای ما بفرستید. فردا با خبر گزارش‌های نو به استودیو برمیگردیم. فراموش نکنید خود را احتیاط کنید و خدا نگهبان حرکت.